ای عمر تو گوسفند چران بودی، ای عمر تو مسلمان نبودی، ای عمر تو ارزش نداشتی، ای عمر تو چوپان خطاب بودی. الان الله به تو ایمان نصیب گردانید، الله به تو خلافت داد، الله تو را امیر المؤمنین کرد. چگونه با مسلمان ها این گونه رفتار میکنی؟ خود را سرزنش میکرد و گریه میکرد. این گونه تواضع داشت. روز از روزها از کوچه های مدینه میگذشت، بچه ها با هم بازی میکردن، بچه های خردسال. دوستان من، امروز می رویم شخص را دقیق و درست می شناسیم که شخص سوم اسلام است. اسمش است عمر رضی الله تعالی عنه. این شخصیت کسی است که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم، حدیث امام بخاری است، می‌فرمایند که من در خواب، رسول خدا می‌فرماید خواب انبیا وحی است، میگوید من در خواب داخل جنت شدم، قصر را دیدم، بسیار قصر زیبا و مجلل، زن زیبا و قشنگی که بی‌نظیر بود، تا هنوز ندیده بودم. در پایین همین قصر وضو می گرفت. من پرسیدم این قصر مال چه کسی است؟ گفتن مال عمر است، مال عمر است. رسول خدا فردای آن روز به عمر می گوید ای عمر جان، من در شب در خواب در جنت رفتم، نزدیک قصر تو شدم، دیدم که زن اونجا طهارت می گرفت، وضو می گرفت، غیرت تو یادم آمد ای عمر، ای عمر غیرت تو یادم آمد، من نزدیک نشدم، دوباره برگشتم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به عمر میگوید ای عمر، من نزدیک های قصر تو در جنت شدم، زن را دیدم وضو میگرفت، گفتم این قصر مال کیست؟ گفت مال عمر. گفتم این زن مال کیست؟ گفت این حور عمر. غیرت تو یادم آمد، نزدیک نشدم. عمر میگوید یا رسول الله فدایت شوم، به شما غیرت. این شخصیت را امروز بشناسیم. ای کاش که امروز عمر می بود. ای عمر جان، ای کاش امروز می بودی که تمام امت محمد تشنه عدالت تو هستند. ای عمر، ای کاش امروز می بودی، می دیدی که حجاب محمد را آتش می زند. ای عمر، ای کاش امروز می بودی، دختران امتت را می دیدی که چه کار می کنند، دختران امت رسول خدا را می دیدی که چه کار می کنند. ولی ای کاش عمر جان تو می دیدی و می بودی که می دیدی دختر از دختران رسول خدا برای حجابش در هندوستان چه زجر می کشد. امروز عمر نداریم، نام عمر است ولی خود عمر نیست، نام ابوبکر هست ولی خود ابوبکر نیست. ای کاش می بود. امروز عزیزترین امت در کره زمین به خدایی که محمد را به رسالت فرستاد، اگر عمر می بود عزیزترین امت، امت رسول خدا در تمام کره زمین می بودند. حضرت عمر در 13 سال بعد از عام فیل به دنیا آمد. یعنی 13 سال از رسول خدا کوچکتر بودن.
13 سال خرد بودن از محبوب ما، از نبی ما صلی الله علیه و سلم. اسم پدرش خطاب است، خطاب. نام مادرش حنتمه بنت هشام است. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک بار با آواز بلند زمزمه بکنید صلی الله علیه و سلم، وقتی به پیامبری مبعوث می شود، عمر 27 سال دارد. 27 سال دارد. سرسخت‌ترین مرد بود پیش از اسلام. مرد قوی هیکل، سر مبارکش تاس بود، مو نداشت، ریش بسیار بزرگ داشت. اینقدر هیکل بزرگ داشت که از دور که دیده می شد فکر می کردیم که سر حیوان سوار هست. خیلی هیکل بزرگ داشت. چهرهش گندمی رنگ بود، مایل به سرخ. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم در بلندهای کوی صفا اعلان می کند لا اله الا الله محمد رسول الله، عمر دشمنی را شروع می کند با محمد صلی الله علیه و سلم و اصحابش. سرسخت‌ترین دشمن اسلام بود. خیلی مسلمان ها را شکنجه می کرد، خیلی مسلمان ها را اذیت و آزار می داد، تا اینکه سال 6 بعثت است که 6 سال تیر شده از اینکه رسول خدا با پیامبری مبعوث شده است. روز از روزها عمر تصمیم می گیرد که برود رسول خدا را شهید بگرداند. شمشیر بر می دارد، حرکت می کند. هوا گرم است. در کوچه های مکه کجا می رود عمر؟ در جستجوی محبوب ما رسول خدا هست صلی الله علیه و سلم. در همین اثنا مرد از قبیله بنی زهره که اسمش نعیم است سر راه عمر می آید و عمر می گوید ای عمر چرا عصبانی هستی؟ چی شده؟ می گوید می روم نعوذ بالله امروز مردم را از شر محمد صلی الله علیه و سلم خلاص می گردانم. نعیم می گوید تو دنبال رسول خدا چی می کنی؟ برو دنبال خواهرت و دنبال یزنه خود که مسلمان شدن. تو خبر نداری اسلام داخل خانه‌ات هست، تو خبر نداری. عمر سراسیمه می شود و عصبانی بر می گردد، می رود. این زمان است که مسلمان ها 39 مردن 11 زن. مسلمان ها مجموعشان 39 مرد هستند 11 زن. ولی رسول خدا صلی الله علیه و سلم هر فقیری که مسلمان می شود، کسی که در میان اصحابش کمی غنیمت‌تر از ثروت دارد، زندگیش خوب است، این مرد فقیر را به اون مرد مسلمانی که ثروتمندتر است به اون می سپارد که خوراکش با تو باشد. در خانه داماد عمر، همون یزنه دیگه داماد میشه، داماد عمر خباب را رسول خدا فرستاده تا به اونها قرآن تعلیم بکند و همون جا غذای خود را هم بخورد. عمر می آید. وقتی آواز پاهای عمر را خواهرش می شنود، اسم خواهرش فاطمه هست، وقتی آواز پاهای عمر را می شنود سراسیمه می شود. خباب را در جای پنهان می کنند ولی عمر آواز قرآن را شنیده است. عمر آواز قرآن را شنیده، در را می زند، صدا می زنند داخل خانه چه کسی است؟ میگوید عمر است. در را باز می کنند. عمر می گوید چی می خواندین شما؟ خواهرش می گوید هیچ چیز، با هم صحبت می کردیم، با هم صحبت می کردیم.
حضرت عمر میگوید من اطلاع پیدا کردم و خبر شدم که شما مسلمان شدین. داماد عمر و اون یزنیش بر عمر میگوید اگر دین غیر از دین تو بهتر باشد باز چگونه؟ چی کار بکنیم ما؟ وقتی این سخن از زبان دامادش کنده می شود، عمر اون را به زیر پای خود می خواباند و خواهرش می دود تا شوهر خود را نجات بدهد از دست عمر. سیلی محکم عمر به صورت خواهر خود می زند. در روایت رد گوشواره پاره می شود یا اینکه صورتش خون آلود می شود. همین که خواهر عمر از دیگر مثل عمر است، با صدا می زند ای عمر هرچی از دستت می آید بکن. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. عمر وقتی به صورت خواهر نگاه می کند که صورت خواهر پر از خون است، شرمنده می شود. می گوید همون چیزی را که می خواندین به من بدهین. خواهرش برای حضرت عمر می گوید ای عمر تو نجسی، این کلام پروردگار من است، تو نجسی، تو جنوب شدی غسل نمی کنی، تا زمانی که غسل نکنی این را به دست تو نمی دهم. عمر حرکت می کند، می رود غسل می کند، بر می گردد، می گوید اون صحیفه را به من بده. وقتی صحیفه را به دست خود می گیرد، عمر که دم آغازش نوشته هست بسم الله الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. ای رسول ما این قرآن را به تو نازل نکردیم که تو را به رنج بیندازد. قرآن کسی را رنج نمیدهد، آرام میکند. میفرماید تذکرة لمن یخشی، این پند است برای بندگانی که از خدا میترسند. یک بار با آواز بلند بگویین یا الله، ما از تو میترسیم. الا تذکرة لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا. این قرآن نازل شده از آدرس آن خالق که آسمانها و این زمین، آسمانهای بلند و این زمین را ساخته است و خلق کرده است. 14 آیه از این میخواند تا در یک آیه های 14 میرسد که خدا چه زیبا خود را میگوید. میفرماید اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی. من هستم خدا، من هستم خالق آسمان ها و زمین، مرا عبادت بکنین. و اقیم الصلاة لذکری، نماز را برای یاد من اقامه بکنین. وقتی تا اینجا میرسد دیگر عمر جرأت ندارد، دیگر عمر دست و پایش میلرزد.
این قرآن به کدام سینه داخل نشد که او سینه را دگرگون نکرده باشه؟ تو میدانی که سوز قرائت تو دگرگون ساخت تقدیر عمر را. حضرت عمر از جای خود بلند می شود و به هیچ کس توجه نمی کند، پرسان می کند. وقتی این آواز را خباب می شنود، حضرت عمر صدا می زند رسول خدا را به من نشان بدهیم کجا هست. خباب از اون جایی که پنهان شده بود پایین می شود، می آید می گوید عمر دعای محبوب ما در حق تو قبول شد، در حق تو قبول شد. گفتن چه دعا کرده بود رسول خدا؟ گفت دعا کرد اللهم اعز الاسلام بعمر، ای الله اسلام را عزت بده به مسلمان شدن عمر. میگوید واقعا رسول خدا همین کلام را گفت؟ میگوید بله من خودم شنیدم. حرکت میکند عمر در کوچه های مکه. کجا میروی ای عمر؟ مگر میروی که رسول خدا را شهید بکنی؟ نه، میروم تا غلام محمد شوم، میروم تا غلام رسول خدا شوم. حرکت می کند، آدرس را پرسان می کند که رسول خدا کجاست. هنوز پیامبر پنهان است. آدرس رسول خدا به کسی معلوم نبود. یک روز به خانه یک صحابه، روز دیگر به خانه دیگر صحابه. فدای تو شم یا رسول الله، به خاطر رنج هایی که نکشیدی. به خاطر من و تو چه سختی هایی که نکشید، ولی امروز امتش حجاب را آتش میزند. کجا میروی عمر؟ در جستجوی رسول خدا هست. پیامبر کجاست؟ میگویند خانه ارقم ابن ارقم است. حرکت میکند، پشت در میرسد، در را میزند. کسی نزدیک در میشود، نزدیکتر و نزدیکتر از سوراخ دروازه نگاه میکند که عمر است. عمر که مرد با هیکل و شجاع و قوی بود. این صحابه ناراحت و این صحابه در ترس میشود که مبادا عمر به رسول خدا صدمه برساند. دوباره بر میگردد، میگوید یا رسول الله عمر آمده است، چیکار کنیم؟ در را باز کنیم. مرد شجاع سید الشهدا حضرت حمزه در کنار رسول خدا استاده است. عرض میکند برو در را باز کن، اگر به نیت درست آمده باشد خوب، و اگر نیت خراب داشته باشد با شمشیر خودش را نابود میکنم. برو. حمزه از دیگه شیر بود. می رود، در را باز می کنند. همین که در باز می شود عمر داخل می شود. رسول خدا از جای خود حرکت می کند، گریبان عمر را می گیرد، محکم می گوید ای پسر خطاب برای چی آمدی؟ می گوید یا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله.
من مسلمان شدم یا رسول الله. رسول خدا آنقدر خوشحال می شود، آنقدر خوشحال که چهره رسول خدا می درخشد. چقدر حریص بود، چقدر پیامبر نازدانه و محبوب ما حریص بود که یک فرد امت بیایند مسلمان شود، یک فرد امت بیایند خدا را پرستش کنند، یک فرد امت داخل جهنم نرود. آنقدر حریص بودند، خیلی خوشحال شدند. بعدش حضرت عمر رو میکند به رسول خدا، عرض میکند یا رسول الله آیا ما به حق نیستیم؟ رسول خدا میفرماید بله عمر جان ما به حق هستیم. میگوید ای یا رسول الله امروز دیگر نباید اسلام مخفی بماند. عمر کل جانش را فدای اسلام میکند. باید اسلام به گوش همگان برسد. رسول خدا میگوید ما اندکیم، 40 نفر هستیم. حضرت عمر میگوید یا رسول الله این 40 نفر را به 2 گروه تقسیم بکنیم. در سر یک گروه من استاد میشوم، در سر گروه دیگر حمزه استاد میشود. شما به پشت ما باشید، هر آسیبی که میرسد جان عمر فدای محمد، جان عمر فدای رسول خدا. چنان تکبیر بلند میگویند، یک بار با آواز بلند الله اکبر. چنان تکبیر بلند میگویند که تمام اهل مکه میشنوند. چی شده؟ میگوید عمر مسلمان شده. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میفرماید به خدایی که محمد را به رسالت فرستاد آنقدر عزت پیدا کرد اسلام به مسلمان شدن عمر که پیش از اون ما مثالش را ندیده بودیم. اسلام قوت گرفت که عمر مسلمان شد. عزیزان من این شخصیت را باید بشناسیم. ای جوانان، عمر در 6 بعثت مسلمان شد. 27 ساله بود که پیامبر و پیامبری مبعوث شد. 6 که سر 27 باری چند میشه؟ 33. عمر به 33 سالگی به رسول خدا اعلان میکند یا رسول الله جان عمر فدای اسلام. یا رسول الله نباید اسلام بعد از این که عمر مسلمان شده مخفی بماند. ای جوان 33 ساله، ای پدر 40 ساله، ای کاکای 50 ساله، من و تو هم پیرو عمر هستیم. من و تو هم پیشوای ما و مقتدای ما عمر است. ای جوان چگونه تمام شب را به گیم مصروف باشی تو در حالی که پیشوای مثل عمر داری؟ چگونه شبها به فیلمهای مبتذل خود را مصروف بکنی در حالی که عمر برای تو 6 تا کار در شکمش خورده است؟ روز قیامت از خونهای شهدا از من تو پرسیده می شود. من دیروز در یک مجلس گفتم، در یک مجلس دیروز من گفتم که به خدا قسم در روز قیامت خون حیات الدین صاحبی از امت پرسیده می شود که چرا حیات الدین شهید شد. خون ایاز نیازی از امت پرسیده می شود، خون مسلمیار از امت پرسیده می شود. اینا چه کرده بودن؟ اینا چه کرده بودن که میخواستن جوان امت نجات پیدا کنن، خواهر امت نجات پیدا کنن؟ گناهشان چی بود؟ گناهشان این بود که میخواستن من و تو به جنت برویم، برای من و تو شهید شدن. این از تک تک و فرد امت پرسیده می شود. خون حضرت عمر،
خون حضرت عثمان، خون حضرت علی از امت پرسیده می شود. بعد زمان هجرت فرا می رسد. زمان هجرت فرا می رسد. چون مسلمان ها بسیار مورد آزار و اذیت هستند در مکه، خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم مورد آزار و اذیت است. اصحاب پیامبر شبانه پنهان که کسی نبیند مخفی از مکه می روند به طرف مدینه. از راههایی می روند که راههای عبور مرور همیشگی مردم نبود، از ترس که مبادا اهل مکه خبر و ما را بکشند و شهید بگردانند. نوبت عمر می رسد. ای جوان، به خدا هر فرد من و تو مثل عمر می توانیم. خدای عمر خدای من و تو هست. خدای عمر ضعیف نشده، خدای عمر ضعیف نیست، خدای عمر غافل نیست، خدای عمر درمانده نشده، هنوزم خالق آسمان ها و زمین است. عمر حرکت می کند، شمشیر به دست دارد، کمان را هم به گردن خود آویخته است، تیرها را به دست خود گرفته می آید، به گرد کعبه طواف می زند، 7 طواف. بعد صدا می زند ای اهل مکه، ای ابا جهل، ای ابا سفیان، ای صنادید قریش، ای مشرکین، ای دشمنان خدا، آگاه باشید که عمر امروز هجرت می کند. عمر امروز هجرت می کند به طرف مدینه الرسول. یا الله، همه ما را به مدینه الرسول برسان. یا الله، امروز از این افغانستان، از این زبانهای پر از گناه، یک سلام ما را به محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه برسان. عمر صدا میزند که امروز عمر میخواهد هجرت بکند. هر کسی که میخواهد مادرش در عزایش بنشیند، زنش بیوه شود، فرزندش یتیم شود، بیاید در جلو عمر استاده شود. عمر امروز هجرت میکند به طرف مدینه الرسول. هر که میخواهد مادرش در عزایش بنشیند، زنش بیوه شود، فرزندش یتیم شود، بیاید در برابر عمر، به جلو عمر را بگیرد. چی می شود که جوان از جای خود بلند شود، صدا بزند که من میخواهم نکاح سنتی بکنم، من میخواهم زنم را مثل که علی فاطمه را عروسی کرد عروسی بکنم. کسی که جرأت دارد در برابر من استاده شود. کجاست این جوان؟ کجاست که دست پای این جوان را ببوسیم؟ مثل که عمر در برابر مشرکین، سران قریش، دشمنان اسلام استاده می شود. می گوید اگر می خواهید که مادرتان در عزایتان بنشیند، زنانتان بیوه شود، فرزندانتان یتیم شود، بیا این جلو عمر را بگیرید. کجاست امروز جوانی که بلند شود در خانه که خواهرم اگر بار دیگر تو را به حجاب دیدم، هیچ کسی این خانه نمیتواند جلو من را بگیرد، من خود را فدای دین الله میکنم. کجاست این جوان؟ جوانان میگن ما عروسی اسلامی کردن نمیتوانیم به خاطر که زن ما نمیماند ما را. افسوس نیست به حال این امت؟ افسوس نیست به حال این جوان؟ این زن گرفته برای خودش یا شوهر گرفته برای خودش، میگه زنم نمیپذیرد. خو این زنی که نمیپذیرد در آینده چی توقع داری از این زن؟ امام ابو حنیفه به دنیا می آورد این زن، عمر گونه ها به دنیا می آورد این زن. من امیدوار هستم که انشاءالله جوانانی که اینجا هستن بعد از این انشاءالله
نکای خود را اسلامی میگیرن. دستا بدن. عزیزان من، مثل عمر شجاع باش، چون انسانی که ترسوس زندگی لذت ندارد. با ترس زندگی با ترس لذت ندارد. الله بنده ترسو را دوست ندارد. الله از بنده ای که میترسد خوشش نمی آید. الله فقط دوست دارد بنده اش فقط از خودش بترسد. حرکت می کند، می رود به طرف مدینه. کس جرأت نمی کند به دنبال عمر برود. همین عمر شجاع، همین عمر دلاور، همین عمری که تمام وجودش ایمان بود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود شب از شبها در خواب می بینم که مردمان را به من پیش می کردن. هر کسی که به من پیش می شد می دیدم که لباس دارد، یکی تا زانو، دیگر پایین تر از زانو. عمر را به من آوردن. وقتی دیدم که لباس عمر آنقدر دراز است که از پاشینه های پایش پایین آمده، حتی به زمین اصابت می کند. پرسیدن یا رسول الله تعبیر این خواب چیست؟ رسول خدا فرمود تعبیر این خواب این است که عمر تمام وجودش ایمان است. تمام وجودش ایمان است. همین عمر شجاع، همین عمر دلاور وقت در مدینه می رود، اونجا امیر المؤمنین می شود بعد از صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه. یک روز اصحاب عمر حرکت میکنن که حضرت عمر را جستجو میکنن. کجا رفته عمر؟ میبینن که یک مشک پر از آب به سر شانه عمر است. خودش حکومت میکند به ثلث کره زمین. یک مشک پر از آب به سر شانه عمر است. در کوچه های مدینه کوچه به کوچه میگردد. پرسان کردن عمر جان این مشک آب به خاطر چی سر شانه های تو است؟ مشک را به ما بده، تو امیر المؤمنین هستی. حضرت عمر میگوید بگذارین این مشک آب پیرزن است که در اینجا مزدور ندارد، من مزدور اون پیرزنم. میگوید امروز خبر رسید از سرزمین روم و سرزمین ایران که ای عمر وقت نام تو را پادشاه روم میشنود پشتش میلرزد. دیدم که نفسم کمی حرکت کرد، ترسیدم که نفسم غرور نکند، تکبر نکند. نفس خود را درس دادم که دیگر علو دعوا نکند، دیگر غرور نکند. این مشک آب را به سر شانه خود گذاشتم. به نفس خود گفتم ای نفس تو چیزی نیستی، تو چیزی نیستی، همه مال خداست. روز از روزها حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بعد از اینکه کار خلافت روز به پایان می رسید، در بعض امورات مردم مصروف می شد و مشغول می شد. مرد آمد به حضرت عمر نزدیک شد و نزدیکتر و نزدیکتر. به حضرت عمر گفت که یا امیر المؤمنین من با فلانی دعوا دارم، چی می شود همراه من بروی اون دعوا را حل بکنی؟ حضرت عمر دره خود را کشید، محکم به سر اون مرد زد. گفت وقتی که من اونجا جایی که فیصله ها صورت میگیرد، قضاوت ها صورت میگیرد، تمام روز اونجا انتظار میکشم نمیایی. وقتی که من از اونجا پایین شدم، الان مصروف دیگر امور هستم، میایی که با فلانی دعوا دارم. این مرد حرکت میکند. امین که حرکت میکند یک بار عمر متوجه میشود که چی کار کرده هست. صدا میزند اون مرد را زود دوباره برش گردانید. مردم میروند، مرد رو میگیرن میآورن. وقتی نزدیک عمر استاده میکنن، چشمان عمر پر از اشک شده هست. دره را به دست اون مرد میدهد، برایش میگوید تو را به خدا به سر عمر بزن. کجاست این امیر امروز؟ ای کاش که چون این امیرهای در این دنیا می داشتیم که به رعیت خود میگو بگیر این دره را به سر من بزن که من به تو ظلم کردم. دره را میدهد،
به دست آن رعیت، اون مرد اجنبی میگوید بزن به سر امیرالمؤمنین که من تو را بیجا زدم. میگوید که نه، من تو را به خدا واگذار میکنم. حضرت عمر میگوید یا به سرم بزن یا مرا ببخش، من غلط کردم. بعدش اون مرد میگوید من تو را بخشیدم. حضرت عمر حرکت میکند. حضرت اسلم میگوید من رفتم به دنبال عمر. وقت رفتم دیدم داخل حجره شد. داخل حجره شد، سر نماز استاده شد. دیدم که فریاد عمر، گریه عمر تمام این فضا را گرفته است. بعد از اینکه نماز به پایان رسید صدا میزد ای عمر تو گوسفند چران بودی، ای عمر تو مسلمان نبودی، ای عمر تو ارزش نداشتی، ای عمر تو چوپان خطاب بودی، الان الله به تو ایمان نصیب گردانید، الله به تو خلافت داد، الله تو را امیرالمؤمنین کرد، چگونه با مسلمان ها این گونه رفتار میکنی؟ خود را سرزنش میکرد و گریه میکرد. این گونه تواضع داشت. روز از روزها از کوچه های مدینه میگذشت، بچه ها با هم بازی میکردن، بچه های خردسال. حضرت عمر یک بچه خردسال 5 ساله را دستکش را گرفت، 1 تا درهم به کف دستش گذاشت، گفت با عمر یک دعا بکن، با عمر یک دعا بکن، به خاطر که تو طفل بیگناه هستی، شاید الله دعای تو را قبول کند، روز قیامت عمر از عذاب الله نجات پیدا کند. در حالی که رسول خدا به عمر میگوید من قصر تو را در جنت دیدم، ولی عمر این گونه از خدا میترسد. امروز 4 رکعت نماز ما چقدر غرور میکنیم، با 3 روز تبلیغ چقدر غرور میکنیم، با 1 شب جمعه در حلقه ذکر چقدر غرور میکنیم، با 1 صحبت در روز جمعه سر منبر چقدر غرور میکنیم. بیایم عذر بکنیم یا الله. بیاییم عذر بکنیم به الله که الله ما کی بودیم که ما را مسلمان خلق کردی؟ ما چه کرده بودیم که ما را امت رسول الله خلق کردی؟ همه ما باید بگوییم یا الله ما کی بودیم که ما را از کجا به نماز جمعه اینجا آوردی؟ جوان دعا کن که خدا دست من و تو را از زنا گرفته است. پدر و مادر من تو مسلمان است. یک دعوتگر که در آمریکا مسلمان شده بود، خودش در سخنرانی میگفت ای مسلمین شکر خدا را بجا کنید که شما میتوانید به پدر و مادرتان دعا کنید، ولی من نمیتوانم. پدر من کافر است، مادر من کافر است، الله اجازه نداده است، ولی پدر و مادر من تو مسلمان است. عزیز دل، ما چه کرده بودیم که الله این اندازه نعمت به ما داده است؟ چقدر شکرش رو باید به جا بکنیم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در زمان خلافت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه پیرزن در نواحی مدینه قرار دارد، هیچ کس ندارد، هیچ کس کوی ندارد که خدمتش را بکند. عمر شبها پنهان صورت خود را می پوشاند، می رود تا مزدوری خانه اون پیرزن را بکند. حرکت می کند، می آید نزدیکه های خانه آن پیرزن می شود، می بیند که تمام کار پیرزن را کس دیگر کرده است.
تمام چیز به سر جایش است، هیچ نیازی این پیرزن ندارد. پرسان میکنند مادر جان چی کسی آمده بود؟ میگوید من نمیدانم، کسی آمده بود صورتش پنهان بود، کار کرد و رفت. عمر میگوید این چه کسی است؟ این چه کسی است که پنهان میآید پیش از این که من بیایم، پیش از این که خدا این اجر را به من بدهد اون میگیرد. شب در قابو می نشیند، ناگهان میبیند که در کوچه های همین، در کوچه همین پیرزن آواز پای میآید، نزدیکتر و نزدیکتر می شود. عمر خوب تماشا می کند، می بیند که صدیق اکبر است. ما چگونه مقتداهای داشتیم، چگونه پیشواهای داشتیم. می بیند که صدیق اکبر است، وارد خانه پیرزن می شود، جارو به دستش، اولی را جارو می زند. عزیز من غرور نکن که غرور به مسلمان نمیزیبد، غرور به بنده نمیزیبد. تکبر صفت خداست، تکبر به خدا میزیبد. تواضع و شکستگی و عاجزی. وقت سر موتر آخرین سیستم سار میشی به سر مسلمان فخر نکن. وقت لباس خوب داری به مسلمانی که فقیر است فخر نکن. وقت تعمیر بلند داری به همسایه فقیری که نان ندارد فخر نکن. چرا؟ شاید اون همسایه تو به نزد خدا از تو عزیزتر باشد. شاید اون عزیزی که چبلی تکه تکه به پایش است، پایایش هم کفیده است، تو موتر زیبایی داری، شاید به پیشگاه خدا اون از تو عزیزتر باشد. عزیزان من بیاییم که مثل عمر زندگی کنیم. حضرت حافظ ابو نعیم اصفهانی میفرماید عمر آنقدر گریه میکرد و فی وجهه خطان اسودان، آنقدر گریه میکرد که در صورت عمر 2 خط پیدا شده بود سیاه، 2 خط سیاه به صورتش پیدا شده بود. آنقدر گریه میکرد که تمام روز به گریه بود، شبها به گریه بود. مرد از سرزمین شام میآید، وارد مدینه میشود، شب ناوقت شده است، میخواهد مشکل دارد به پیش امیرالمؤمنین عمر برود. میگوید فعلا شب است، عمر خوابیده است، من امیرالمؤمنین را اذیت نمی کنم، شب داخل مسجد نبی میخوابم، بعد از این که صبح شد میروم به آدرس حضرت عمر مشکل خود را اونجا میگویم. داخل مسجد میشود، میخواهد که بخوابد. شب تاریک است، چراغ نبود در مسجد النبی، شب تاریک است، در گوشه مسجد خوابیده است که ناگاه آواز گریه‌ای به گوشش میرسد، آواز فریاد به گوشش میرسد، آواز ناله‌ای به گوشش میرسد، آواز زاری به گوشش میرسد. سر خود را بلند میکند، چون مسجد تاریک است، این طرف و طرف نگاه میکند، کس را نمیبیند. میبیند که آواز از گوشه مسجد است، حرکت میکند، میآید ببیند کدام مسلمان و جوان اینجا گریه میکند. همین که می نشیند به نزدیک این شخص نگاه میکند که عمر است، دستانش به طرف آسمان بلند است. برش میگه یا امیر المؤمنین، تو تمام روز در خدمت مسلمین هستی، تمام روز آزار و اذیت‌های بیخوابی میکشی، در شبها هم نمیخوابی. عمر رو میکند به این مرد، میگوید ای مرد تو چی میگویی؟ من که روزها در امور مسلمان ها مصروفم، شبها اگر به خدمت رب خود نباشم، به خدمت مولای خود نباشم، روز قیامت من چی جواب دارم؟ امروز چقدر ما شبها راحت میخوابیم. این عمر جان است که روزها در امور مسلمان ها قرار دارد، در امور مسلمان ها مصروف است، ولی شبها یاد الله نمیماند بخوابد. عمر شبها عمر را خواب نمیبرد. حضرت همسرش کلثوم دختر حضرت علی هست، یک زن حضرت عمر دختر حضرت علی هست. اون قصه می کند که شب از شبها عمر داخل شد، داخل حجره خودش بعد از نماز خفتن،
دیدم که حضرت عمر سر نماز استاده شد، بعد سوره یاسین را تلاوت میکرد. در یکی از آیه های سوره یاسین رسید که الله جل مجده میگه بسم الله الرحمن الرحیم وامتازوا اليوم ایها المجرمون. الله در این آیه میگوید روز قیامت صف مجرمان را از صف صالحان جدا میکنیم، صف فاسقان را از صف صالحان جدا میکنیم، صف بینمازان را از صف نمازخوانان جدا میکنیم. ای جوانی که پدر و مادر خود را آزار میدهی، میدانی که الله چی میفرماید؟ وامتازوا الیوم ایها المجرمون. روز قیامت صف مجرمان را ما از صف صالحان جدا میکنیم، صف بینمازان را از صف نمازخوانان جدا میکنیم. حال ما و تو میدانیم که در کدام صف هستیم؟ ما و تو میدانیم در کدام صف هستیم؟ نمیدانیم. برای چی اینقدر میخندیم؟ برای چی اینقدر مست هستیم در حالی که نمیدانیم در کدام صف قرار داریم؟ حضرت کلثوم میگوید عمر آنقدر گریه کرد، آنقدر گریه کرد تا مؤذن به نماز صبح آذان داد این آیه را تلاوت میکرد. بگو الله اکبر. عزیزان من به هر قدمتون بنازم، من بنازم به او جوانی که وقت اذان نمیشنوه بیقرار میشود. من بنازم به او جوانی که پدر مادرش بعد از این میگوید پدر جان مادر جان من خطا کرده بودم، من تا این دم حق و حقوق تو را پامال کردم، بعد از این نمی کنم. پس بیاییم با پروردگار خود صلح کنیم، از خدای خود بخواهیم که یا رب روز قیامت ما را در کنار عمر قرار بده، ما را در کنار ابوبکر صدیق قرار بده رضی الله تعالی عنهما. پس عزیزان من عمر جوان بود، من گفتم 33 سال عمرش بود که مسلمان شده بود، 33 سال عمر داشت که مسلمان شده بود. سوره بقره 286 آیه داره. 12 سال حضرت عمر تفسیر سوره بقره را میخوان، 12 سال. چون سوره بقره سوره بسیار با برکت است، ولی امروز جوان بعضی از عزیزان در کشورهای همجوار ما مسافر هستند، به ما تماس میگیرن جناب مولانا صاحب ما 2 سوره از قرآن بلد هستیم، همین 2 سوره را همیشه در نماز بخوانیم. برشان میگم برادر شبا چی کار میکنیم؟ میگه لدو میزنیم مولوی صاحب. شبا چی کار میکنیم؟ میگه پابجی میزنیم مولوی صاحب. کیچه بازی و قطع بازی میکنیم. پس جوان عزیز چرا الله تا پرستش نمی کنی؟ چند ساعت خوابت برات حرام میشه ولی روز قیامت الله جل مجده از اون چند ساعت من و تو پرسان میکند. چرا در اون چند ساعت قرآن کلام الله را باز نمی کنی و به چشمای خود نمی مالی؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه صبح که میشد قرآن را میگرفت، اول به سینه خود میگذاشت بعد به چشمای خود میمالید، میگویی کلام پروردگار من است. 12 سال تنها سوره بقره را تفسیر و ترجمه خوانده است برای اینکه کلام خدای خود را خوب بفهمد. ولی امروز جوان ساعت را مصروف قطع بازی است. با زن میزنه مولای صاحب ما قطع بازی میکنیم، سر قمار نیسته. برادر گل من، برادر عزیز من، به جای قطع برو چند سوره قرآن حفظ بکن که داخل قبر به درد تو میخورد، قبر تو را پر نور میکند، روز قیامت تو را با آبرو میکند. از قطع چی ساخته است؟ اونهایی که 40,000 خواندن کردن. لتا منگشکر میگه چی میگه؟ لتا منگشکر همین هفته‌ای که جاری بود در هندوستان درگذشت، مرد، 92 سال سن داشت. در کتاب گینس هم ثبت شده بود 40,000 خواندن،
یا 50,000 آهنگ خوانده است، 50,000 آهنگ خوانده است. افسوس میخورم به خدا من به حال جوان مسلمان، به حال جوان افغان در کمند لطامنگیش مشرک و کافره که الان در آتش جهنم است، در کمندش جوان مسلمان نوشته کرده الله جنت برین نصیبت بگرداند. در کمند لتا منگشکر مشرک و کافر که الان به آتش جهنم است، جوان مسلمان در کمندش نوشته کرده که جنت نصیبت خدا بگرداند. آیا لتا منگشکر به جنت میرود یا به جهنم؟ یک کس در دنیا شک دارد که الله جل مجده مشرک را نمی بخشد؟ کس شک ندارد الله مشرک را نمی بخشد ولو چقدر خدمت کرده باشد. خدمت مشرک هر اندازه باشد به اندازه ابو طالب نیست. ابو طالب تمام عمر خود را وقف خدمت رسول خدا کرد، وقف رسول خدا صلی الله علیه و سلم و وقف دین اسلام کرد ولی اسلام نیاورد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید کاکای من در داخل جهنم است، 2 تا کفشش از آتش است، مغز سرش می جوشد. کاکای من 2 تا کفش از آتش دارد، مغز سرش می جوشد. هر چقدر من و تو عزیز شویم از ابراهیم خلیل عزیز نمی شویم. امام الموحدین است ولی پدرش روز قیامت به جهنم انداخته می شود چون پدرش مشرک بود. فرزندش امام الموحدین لتا منگشکر، جوان مسلمان خواب افغانستان، جوان مسلمان بیخبر از دین افغانستان، در پایینش نوشته کرده که جنت برین خدا نصیبت بگردانه. قضاوت به دست خود شما. چرا امروز جوان اینقدر از دین غافل مانده؟ چرا امروز جوان از دین اینقدر به دور مانده؟ امروز لتا منگشکر به اون نامش، به اون شهرتش که 2 روز تمام هندوستان عزاداری اعلان کردن، تمام هندوستان، ولی الان به آتش جهنم است. بدترین مخلوقات خدا اونقدر خار و ذلیل نیست که خدا لتا منگشکر خار و ذلیل کرده است. پس عزیز من، چیزی که به درد من تو میخورد، چیزی که من تو را نجات میدهد، اون آهنگ خداست که اسمش از قرآن. چه زمزمه دارد، چه ترنم دارد، چه زیبا است. عمر میخواند طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. چه ترنم زیبایی دارد این کلام خدا. پس بیاییم عزیزان من این قصه ها را برای این نمی کنم که اینجا فکاهی بگویم، این قصه ها را برای این می کنم تا پند و عبرت بگیرد مسلمان. من این قصه ها را در اینجا می کنم تا مسلمان از قصه من حصه بگیرد، تا جوان خود را آماده بکند مثل عمر بگرداند، تا جوان مثل عمر از خدا بترسد، تا جوان مثل عمر شجاع شود، تا جوان مثل عمر شجاعت داشته باشد و غیرت داشته باشد. آنقدر مرتبه و مقام عمر بلند می شود. عمر که 2 تا خرما را می گرفت می گفت خدای وست، نعوذ بالله، 2 تا خرما را پرستش می کرد. وقت در سفر می رفت گرسنه می شد، باز خدای خود را می خوردن. عزیز من، تو نگو گذشته خوب ندارم. گذشته تو هرچی هست باشد. گذشته من قمارباز بودم، گذشته من شرابی بودم، گذشته من زناکار بودم، من الان محبوب خدا نمی شوم. قطعا این سخن را به زبان نیاور. نگو 70 سال سن من به گناه تیر شده، آل دی چند سالی که من عبادت بکنم کجا را میگیره. هرگز گپ نزن.
در یک روز محبوب خدا میشه. بگو الله اکبر. عمر بت پرستش میکرد. عمر نگفت که من گذشته خراب دارم، حال نمیشه. گذشته من دشمنی با رسول خدا بود، گذشته من سنت رسول خدا را من پابند نبودم، گذشته نداشتم فرض الله را می شکستاندم. بعد از این که عمر مسلمان می شود، بعد از این که توبه می کند از شرک و کفر، عمر به کجا می رسد که رسول خدا اعلان می کند، میگه لو کان بعدی نبیا لکان عمر ابن الخطاب. اگر بعد از من پیامبر در روی زمین می آمد، قطعا اون پیامبر عمر می بود. پس ناراحت نباش جوان من، عزیزی که گناه کردی، اصلا ناراحت نباش، ناامید نشو. من خود صحبت دارم سر این که ناامیدی کفر است. فقط امید به الله داشته باش. عمر به جای می رسد، جوان مثل عمر باش. رسول خدا فرمود والذی نفسی بیده، قسم به آن ذات که نفس من محمد صلی الله علیه و سلم به ید بلا کیف اوست. ای عمر، سبحان الله، عمر جان به کجا می رسد؟ رسول خدا سوگن یاد می کند، میگه یا عمر ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک. ای عمر، در کدام کوچه ای که تو داخل می شوی شیطان به اون کوچه داخل نمی شود. ای عمر، شیطان آنقدر از تو می ترسد، در کوچه ای که تو داخل می شوی شیطان جرأت ندارد به اون کوچه داخل شود. در حالی که عمر 33 سالش به شرک و کفر گذشته است، ولی الحمدلله 33 سال موتو به اسلام گذشته است. بگو یک بار الحمدلله. از مادر تولد شدیم مسلمان. خیلی پس جای ناامیدی هست؟ نه خیر. هیچ کس حق ندارد به خودش یا به دیگری بگوید که الله ما را نمیبخشد. هیچ کس حق ندارد که من گذشته خرابی داشتم الان دعوتگر نمیشوم. هیچ کس حق ندارد به کسی که توبه کرده برای او بگوید تا دیروز تو چی کاره بودی آل آمدی خود شیخ میگیری به من. بدترین انسان اینمی انسان است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود هیچ گناهی بزرگتر از گناهی نیست که مسلمان توبه کرده الان آمده خوب شده، دعوتگر شده و صالح شده، مرد دیگر از جای خود بلند شود به اون بگوید تو تا دیروز چی بودی آل آمدی شیخ شدی. گذشته را بگذار، الان میخواهد عمر شود. الان میخواهد عمر شود. الان توبه کرده میخواهد الله خود را خوشحال بسازد و راضی بسازد. رسول خدا فرمود صلی الله علیه و سلم عمر جان آنقدر شیطان از تو میترسد در کوچه‌ای که تو داخل میشی و کوچه شیطان داخل نمیشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم همین حدیث را میگم بعد دعا میکنم. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم به حضرت عمر میگوید عمر جان چقدر مرا دوست داری؟ حضرت عمر میگوید یا رسول الله از کل زندگی خود بیشتر تو را دوست دارم، اما به جان خود در شکم. که از جان خود هم بیشتر شما را دوست دارم یا نه؟ در این در شکم. ولی دیگر از کل زندگی و سرمایه و کل اولاد و زن از همه شما را بیشتر دوست دارم، ولی در نفس خود در شکم که آیا از جان خود هم شما را بیشتر دوست دارم یا ندارم. رسول خدا میفرماید عمر ایمانت هنوز کامل نیست، مرا باید از جانت بیشتر دوست داشته باشی. جوان عزیزم، پدر بزرگوار، مادر گرامی، رسول خدا از جان من و تو باید به من و تو عزیزتر باشد. شما به اونهای ببینین، به اونهای تماشا بکنین که به خاطر دین رسول الله جان دادن، خون دادن، شهید شدن، ولی من و تو آرزوی یک ساعته خود را قربان رضای خدا کرده نمیتوانیم. من و تو آرزو و تمنای زن خود را فدای آرزوی خدا کرده نمیتوانیم.
چگونه باز جوان میگه و تماس میگیره که جناب مولانا من میخواهم عروسی اسلامی داشته باشم اما زنم نمیخواهد. حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم به عمر گفت هنوز ایمانت کامل نشده. حضرت عمر گفت یا رسول الله الان شما را از جان خود بیشتر دوست دارم، از جان خود بیشتر دوست دارم. رسول خدا فرمود الان ای عمر ایمانت کامل شد. فقط این را میگویم که عمر در وقت نماز ظهر یا عصر داخل محراب استاده بود. مرد به نام ابو لؤلؤ مجوسی هست، کافر هست، در صف اول آمد، در صف مسلمان ها استاد شد. حضرت عمر در صف است. 10 سال و 6 ماه و 9 روز خلافت حضرت عمر شد. در صف استاد است. همین که تکبیر گفته شد حضرت عمر الله اکبر گفت. امام است دیگه. این بدبخت تاریخ، این بیشرف، این جهنمی از صف خود را جدا کرد. کارده که 2 تا سر داشت، 2 تا سر داشت، این را با زهر آلوده کرده بود. از پشت سر به حضرت عمر به محبوب ما حمله کرد و یک خنجر به پشت کتف عمر به شانه عمر فرو برد. عزیز من نگو که علما شهید می شوند. چرا؟ چون سنت همین است. عمر شهید شده است برای این دین، عثمان شهید شده به خاطر این دین، علی شهید شده به خاطر این دین. آرزوی هر عالم امین است که خدای شهادت در راه خودت نصیب من بگردان. کی نمی میرد؟ هیچ کس پیش از مرگ خود نمی میرد، همه به مرگ خود می میرن. ولی دعا کن. من دعای امین است که یا الله مرا شهید در راه خودت بگردان، مرا شهید در دین خودت بگردان. از پشت سر به عمر حمله میکنن، به شانه عمر به اون خنجر میزند. حضرت عمر هنوز دستای خود را باز نکرده و پیشگاه الله استاده است. خنجر دیگر میزند. 6 تا خنجر به عمر میزند تا عمر به زمین میافتد. اون وقت حضرت عمر هنوز به زمین افتاده است. کسی از جای خود تکان نمیخورد. عبدالرحمن ابن عوف پیش می شود. نماز تمام شود. نماز چقدر مهم است، نماز چقدر عزیز است، نماز چقدر قیمت دارد. عمر 6 خنجر خورده به زمین افتاده است ولی کسی دست به عمر نمی زند. نزدیک می شود. عبدالرحمن ابن عوف در محراب استاده می شود تا نماز تمام شود. این ابو لؤلؤ می خواهد از صف بیرون شود ولی صف اصحاب پیامبر مانند ستونهای آهنی بود. بسیار صف محکمی می گرفتن. 13 نفر دیگر را به خنجر می زند تا از صفها بیرون شود. 7 نفر دیگر هم به جنت فرستاده می شود. 7 نفر دیگر شهید می شود تا ابو لؤلؤ به دروازه مسجد می رسد. اون وقت نماز مسلمان ها تمام می شود. ابو لؤلؤ را می گیرن همون جا به جهنم می فرستنشن. عمر را می برن به خانه. حضرت عمر را به خانه انتقال می دهن. وقتی به عمر شیر می دهن تشنه شده عمر. فدای تو شم ای عمر، ای کاش که امروز می بودی تو. حضرت عمر تشنه شده. وقت شیر را برای حضرت عمر می دهن، شیر را حضرت عمر بالا می کند. از جایی که زخم خورده شیر از اونجا بیرون می شود. همه ناامید می شوند که دیگر عمر زنده نمی ماند. عمر می گوید پیش از این که بمیرم یک پیام دارم. می گوید بفرمایید یا امیرالمؤمنین پیام تو چی است؟ می گوید برویم به حضرت عایشه سلام برسانیم، به مادرمان سلام برسانیم، پیش عایشه برویم. با عایشه نگوییم که امیرالمؤمنین گفته است، با عایشه بگوییم که عمر گفته است. چون الان دیگر من امیرالمؤمنین نیستم. چی بگوییم؟ ای عمر جان چی میخواهی؟ با عایشه چی پیام برسانه؟ ای عمر با عایشه چی پیام برسانیم؟
میگه برین به حضرت عایشه رضی الله عنها بگوین که همون جایی را حضرت عایشه یک جایی که در کنار محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم برای خود نگاه کرده بود که وقت عایشه مرد این را در کنار محبوبش دفن بکنین. میگه برین با حضرت عایشه بگوین که ای مادر اگر اجازه بیتی عمر در کنار رسول الله دفن شود چی می شود؟ من در زندگی در کنار رسول الله بودم، دوست دارم بعد از مرگم در کنار محبوب خود باشم. حضرت عایشه میگوید گرچه من اینجا را دوست دارم از جان خود بیشتر، ولی من این را برای عمر ایثار میکنم، این را برای عمر میدهم. بعد حضرت عمر مبارک شهید میشود، جسد مبارکش را میبرند در کنار محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم دفن میکنند. پس عزیز من درسی که از این داستان گرفتیم، درسی که از این زندگی عمر گرفتیم این است که باید ما شجاع باشیم به خاطر دعوت دین خدا. ما باید حقگو باشیم مثل عمر، ما باید ناترس باشیم برای بیان حق مثل عمر. حالا دو زانو بچینیم دعا میکنیم. یک دو تا سوال کردم، این را جواب بگوییم بعد دعا میکنیم. سوال اول، زن نماز جنازه بخونه درست است یا نیست؟ اگر در جایی که هیچ مرد نیست اگر زن نماز جنازه میخوانه بله جنازه میشود، بدون شک فرض بجا میشود. ولی الان چون زمان فتنه و فساد زیاد است، در هر جایی که جنازه حاضر میشود فقط مردا بخوانه، الان زنا حضور پیدا نکنن. اگر در جایی بودن اشکال نداره، نماز جنازه میشه که زن بخوانه. دیگه سوال کردم که مادر همراه پسر خود روی بوسی کنه درست است یا خیر؟ دوست عزیز، مادر محرم است، روبوسی به همراه پسر خود میتواند، اما یک باریکی داره اینجا. این باریکی بسیار خطرناک است. او باریکی همی هست اگر مادر به همراه پسر خود روبوسی بکند به دل پسر چیزی بگذرد، انسان از دیگه شیطان هم که در داخل خونهای ما جریان دارد، و یا این که در دل مادر چیزی بگذرد، یعنی شهوت تحریک شود، اینمی مادر تا قیامت برای پدر همین پسر حرام می شود. تا قیامت برای پدر همین پسر حرام میشه. این را میگه حرمت مصاهره. در مذهب امام ابو حنیفه، در تمام مذاهب هست حرمت مصاهره. در مذهب ما همین است که اگر کسی به کسی لمس کرد و شهوت تحریک شد، پس اگر از جمله محرمات بود یعنی محرم بود، پس این محرم به او قرار است به کسی که زن بوده به او حرام می شود. این احتیاط صورت بگیره، خیلی زیاد تلاش بکنه و الا روبوسی کردن با پسر هیچ مشکل نداره که در صورتی که دلها پاک باشد. خواهر همراه برادر خود روبوسی بکند نخیر، به هیچ صورت نه. خواهری که جوان می شود، برادری که جوان است، به هیچ صورت اجازه نیست که به همراه خواهر خود روبوسی کند یا او را در آغوش بگیرد، قطعا اجازه نیست. الان دعا میکنیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الهی پروردگار ما دستان پر از گناه به درگاه تو برداشتیم. یا الله اول تشکر و شکرگزاری میکنم از این که تا این دم و من فرصت دادی که من صحبت بکنم. خدایا تشکر و شکرگزاری میکنم از این نعمتت. یا الله همه عزیزان و دوستان که از راههای دور آمدن در خانه تو جمع شدن، یا الله همه با قلبهای پر از مملو از امید به خانه تو آمدن. الهی همه امید دارن، هیچ فرد در این مجلس ما نیست که از رحمت تو ناامید باشد. یا الله قلبهای ما را پاک بگردان. یا الله قلبهای ما را پر از محبت خودت بگردان.
یا الله قلبهای ما را محبت نبی خود و حبیب خود را در قلبهای ما بینداز. یا الله جوانی که بینمازی میکند پروردگار توفیق نصیبش بگردان. یا الله جوانی که حق پدر و مادر خود را به جا نکرده پروردگار نافرمان پدر و مادر از توفیق نصیبش بگردان. یا الله تو کریم و مهربان هستی. یا الله تو لطیف هستی. یا الله از داخل سینه های ما با خبر هستی. پروردگار ما هر جمعه گریه میکنیم، هر جمعه به پیش تو زاری میکنیم، هر جمعه خدای هر جمعه از تو میخواهیم ما را ببخش به الله. یا الله پیش از این که مرگ به سراغ ما بیاید پروردگارا محاسن سفید ما را ببخش، ریش سفید ما را ببخش، سر سفید ما را ببخش، بیبی های ما را ببخش، باباهای ما را ببخش، پدرای ما را ببخش، مادرای ما را ببخش، خواهرای ما را ببخش، برادرای ما را ببخش. پروردگار تمام خویشان اقربای ما را ببخش. پروردگار تو کریم هستی یا الله. یا الله تو کریم هستی، دست بندگان خود را خالی بر مگردان یا الله. یا الله همه ما را مورد لطف عنایت خویش قرار بده. یا الله عزیزان در طلب دعا کردن مریض دارن پروردگار شفای عاجل نصیبشان بگردان. یا الله اموات ما را مردگان ما را همه ایشان را غریق رحمت خویش بگردان. یا الله زنان ما را عفیفه و پاک دامن بگردان. پروردگار تمام جوانان ما را پروردگار نجابت چشم نصیب بگردان. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین. برادر که همیشه خدمت میکرد در این مسجد پروردگار مشکل دارد، مریض دارد، شفای عاجل نصیبش بگردان. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و اصحابه.